امروز در شهر مسکو نشستی مطبوعاتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دایر شد. این 14مین نشست پوتین در زمان ریاستش است و در این ملاقات با خبرنگاران او ابراز نگرانی کرد که مقاومت هسته‌ای میتواند تمدن جهانی را محو نماید. او آمریکا را برای دست کشیدن از عهدنامه منع گسترش سلاح اتمی از زمان جنگ سرد تنقید کرد و گفت نباید خطر جنگ فلاکتبار اتمی را نادیده گرفت. پوتین در این نشست ایالات متحده آمریکا را به خللدار کردن نظام بین‌المللی نظارت اسلحه متهم نموده، همچنان تلاش کرد وضع دشوار اقتصادی کشورش را قوی جلوه بدهد. البته تحریم تأثیر منفی دارد، ولی آن پهلوی مثبت نیز دارد. این حال ما را وادار کرد که در سمت‌های گوناگون از عقل کار کنیم. ضمناً کارشناسان غربی نیز این حال را اعتراف می‌کنند. ولادیمیر پوتین باور دارد که کشورش امکان دارد در میان 5 اقتصاد کشور پیشرفته عالم جای بگیرد. در مسئله بازداشت 24 ملاح اوکراینی در گروگاه کرچ نزدیکی‌های نیم جزیره کریم که 25 نوامبر به وقوع پیوسته است، پوتین گفت تا زمان برگزاری محاکمه دادگاهی آنها نه تبادل و نه آزاد نخواهند شد. تفصیلات نشست مطبوعاتی رهبری روسیه را در شکل مفصل در وبسایت cw.azadi.org بخوانید.